بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. آقای انصاری، رضا هستم از ایران، شیعه هدایت‌یافته. میخوام کلمه شهادتین رو بگم. آقا رضا از ایران، بفرمایید برادر. الو آقای انصاری، شهادتین میخوام بگم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله اکبر، الله اکبر. آقا رضای عزیز، میتونم بپرسم چه چیز سبب شد که شما این خرافات و خزعبلات رو رها بکنید و برای توحید و یکتاپرستی گام بگذارید؟ عرضم به حضورتون جناب انصاری، همین که روشن‌اندیش بودم و دنبال حقیقت بودم و البته ناگفته نماند بنده 7 سال پیش یه رافضی افراطی بودم، فوق‌العاده افراطی، ولی به حمدالله نور الله متعال و نور قرآن دلم رو روشن کرد. الحمدلله. حدود 1 سالی میشه که هدایت شدم به حمدالله. الحمدلله، الحمدلله. امیدواریم الله سبحانه و تعالی به شما توفیق مزید نصیب بکنه و صبر و ثبات و پایداری در این راه. بنده بسیار 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 به این 4 شبکه توحید و بلخص شبکه رسال حق و بلخص شما از صمیم قلب میگم، نه که بخوام بگم. واقعا من شما رو خیلی دوست دارم و خیلی واقعا کلام فصیحی که شما دارین و یعنی واقعا شما روی این رافضه رو از بین می‌برین. هر کدوم این که زنگ میزنن این آخونده که حراجی به خزعبلاتی که میگن، شما قشنگ یه جوری جوابی میدین که واقعا میمونن دست میکنن. سلامت باشید. تشکر از شما آقا رضا برادر عزیز و گرامی. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه. زنده باشید. سلامت باشید. به شما خیلی برکت بده و شما تو سلام پایداری. آمین. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.